کسی که تسبیح بگه برای پروردگار از قفای کل نمازش 33 بار سبحان الله بگه، 33 بار الحمدلله بگه، 33 بار الله اکبر بگه، در آخرش لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی این ذکرها را بگه. او انسان اگر به اندازه خفهای بحر گناه داشته باشه خداوند گناهاشو میبخشه. یعنی به فضیلت گفتن این ذکر از قفای کل نماز گفتن. همین کل نماز بعضی از محدثا گفتن که کل نماز فرض، بعد از کل نماز فرض. اما باز از حضرت عایشه مادرمون روایت است، این حدیث مسلم است، ابو داود و ترمذی و نسائی هم روایت کردن، حدیث صحیح است. حضرت عایشه مادر ممکن کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا سلم لم يقعد الا بقدر ما يقول اللهم انت السلام و منك السلام تبارک ذا الجلال و الاکرام. حضرت عایشه مادر ممکن جناب پیغمبر وقتی که نماز سلام میداد، یعنی نماز فرض سلام میداد، نمی نشست، یعنی که نمی نشست ذکرهاش بگه مگر این مقدار میگفت که اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام. حضرت ثوبان هم این حدیث را روایت کرده و فقط 3 بار دیگر استغفرالله خوش کرده. حضرت ثوبان گفتن که جناب پیامبر وقتی سلام میداد 3 بار میگفت که استغفرالله استغفرالله استغفرالله، بعد از اون میگفت که اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام. یعنی که انسانی که بعد از فرضش در حال بشینه و ذکر بگه، این یعنی سنتی که حضرت عایشه مادر گفته این سنت ترک کرده است. حتی کسی اگر طالب علم باشه در اعلام سنن روایتی آمده است، حدیث صحیح است، میگویند روایتی آمده است جناب پیغمبر گفتن که ذکرهاتون بعد از سنت بگویید. بهترش همین است. البته رو انسانی که بعد فرض میشینه و ذکر میگه و گناهکار نمیشه، یا سنت پیغمبر را به جا آورده است. اما به خاطر که در جمعیت فتنه نشود، بعضی انسان ها در حال وقتی بعد فرض میشینن ذکر میگن، مردم ما فکر میکنن این سلفی هست، این وهابی هست، این دیگر، یعنی که گمانی بد نسبت به او میکنن. و همین خاطر به خاطر فتنه نشیدن برادر عزیز بزرگوار بخیز سنت بخونید، بعد از سنت بشینید ذکرهاتون هم بگید. البته فضیلت ثوابی نماز از ذکر بالاتر است. یک سنتی از سنت‌های پیغمبر که نماز است، او در بالای شما آمده است. ابتدا نماز ادا کنید، بعد از آن ذکرهاتون بگید، به خاطر فتنه نشیدن بهتر است. اما